سلام شاگردای عزیز، امروز ما میخواهیم که یک چند سوال از بخش کسرها حل کنم. ببینین شاگردای عزیز، اگر داشته باشیم یک جمع داشته باشیم یک بر یک به اضافه یک بر چند داشته باشیم دو و ما این سوال میخواهیم که حل کنیم. کاری که باید انجام بدیم از مخرج شروع کنیم، از قسمت پایین میشه یک مثبت یک بر میتونیم نوشته کنیم یک دو جمع یک میشه 3 بر 2 قسمت 3 بر 2 و این مساوی خواهد شد به یک جمع کسر خودش یک دو میشه 2 بر 3 مساوی داشته باشیم یک 3 جمع یک 2 ما میشه 5 بر 3. سوال دوم کار میکنم. سوال دوم آورده که به شکل سوال است، گفته یک منفی یک بر 3 بر یک مثبت یک بر 3 داشته باشیم و این سوال از ما خواسته که مقدارش چند میشه. برای محاسبه از این اول کسر غیر واجب باید بکنیم. میشه یک 3 یکی بر 2 بر 3 میشه بر در مخرج هم یک 3 جمع یک 4 بر چند میشه 3 میشه. حالا 3 با 3 خلاص میشه یا میتونیم دور به دور نزدیک به نزدیک بسازیم. میشه 3 ضرب 2 تقسیم 4 ضرب 3 میشه و 3 با 3 خلاص. وقتی که ما 2 را با 4 اختصار کنیم میشه 1 2 2 4 جواب میشه 1 بر 2. سوال بعدی که کار میکنم سوالی آورده، مثلا گفته که یک به اضافه یک منفی یک بر مثلا داشته باشیم 2 بر داشته باشیم یک به اضافه یک بر 2 داشته باشیم. برای حل از سوال اولین کاری که میکنیم دوستای عزیز، اینجا یک بر چند است 2 است و یک بر 2 است مساوی می شود به یک جمع یک دو یکی کم شود یک بر 2 یک بر چند شد یک بر 2 بر یک دو جمع یک 3 بر چند میشه دوستا 3 بر 2 میشه. خب یالا 2 را با 2 خلاص کنیم و میشه خب میتونیم که دور به دور نزدیک به نزدیک بسازیم. میشه 1 ضرب 2 2 ضرب 2 ضرب چند میشه 2 ضرب 3 2 با 2 خلاص میشه مساوی یک جمع یک بر چند میشه دوستا 3 و از قسمت هم میتونیم نوشته کنیم مساوی یک 3 جمع یک 4 بر چند 3 شد. تشکر از توجهتون.